با مجموعه این ساعت خبر از یک با من سعدالدین حکیمی خوش آمدید. سرخط خبرها: روابط امروز فراختر از دیروز. امارت اسلامی نور احمد نور را به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در دهلی نو معرفی کرد. دیدار بهر گسترش همکاری ها. عطاالله عمری وزیر زراعت، آبیاری و مالداری با علیرضا بیگدری سفیر ایران در کابل دیدار کرد و دو طرف بر گسترش همکاری ها در بخش‌های گوناگون تاکید کردند. و تلاش ایران در مهار اعتراضها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر هشدار داده است که اگر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی معترضان را به گونه خشونت آمیز بکشد، واشنگتن پاسخ سخت به حکومت تهران خواهد داد. به نام خدا و وقت شما بخیر. مشروع خبرها: منابع معتبر به تلویزیون یک گفتند که امارت اسلامی نور احمد نور را به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در دهلی نو معرفی کرده است. به گفته منابع او به دهلی نو رسیده است. نور احمد نور پیش از این معاون نخست سیاسی وزارت خارجه بود. این تعیین در حال صورت می‌گیرد که در سفر اخیر مولوی امیرخان متقی به هند در دیدار با جیشنکر بر پذیرش دیپلمات‌های امارت اسلامی توافق شده بود. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از دیدار عطاالله عمری وزیر این وزارت با علیرضا بیگدری سفیر ایران در کابل خبر داده است. در خبرنامه این وزارت آمده دو طرف بر گسترش همکاری ها در بخش‌های زراعت، مالداری، تجارت و تقویت نقش سکتور خصوصی تاکید کردند. به گفته این وزارت، تمرکز اصلی بر توسعه روابط تجاری و اجرای توافق‌های موجود است. سفیر ایران نیز از پیگیری عملی توافق‌ها خبر داد و از وزیر زراعت برای شرکت در نشست وزیران زراعت کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو در تهران دعوت کرد. نشست بزرگ مردمی با حضور عالمان و بزرگان قومی زیر نام تحکیم نظام اسلامی و دفاع از تمامیت ارضی در تخار برگزار شد. در این نشست صدها تن از عالمان، متنفذین قومی، بزرگان و نمایندگان اقشار گوناگون جامعه اشتراک کرده بودند. جان آقا امانزاده گزارش فرستاده است. نشست بزرگ مردمی با حضور عالمان و بزرگان قومی زیر نام تحکیم نظام اسلامی و دفاع از تمامیت ارضی در تخار برگزار شد. سخنرانان این محفل از جمله مسئولان محلی امارت اسلامی تاکید ورزیدند که نظام اسلامی موجود نتیجه قربانی‌های فراوان مردم افغانستان است و همه شهروندان کشور باید برای حفظ آن تلاش کنند. که دنیا دویم ابرقدرت شکست ورکړ. دریم ځل بیا په دنیا کې یو ابرقدرت چې ځان ته ډیر زورواکی و. بیگون جمعی عرب ها هم بزرگان نشسته بودن. بیگونا تعجب میکردن که ما به شما تعجب هستیم که در مقابل امریکا کسی حرف زده نمیتونه. این را خب بجای خود بان که در مقابل امریکا کسی تفنگ راست کنه، عسکری امریکایی را بزنه، او را اسیر کنه و باز به صدای بلند اعلان کنه که امریکایی‌ها را ما کشتیم و ما اسیر کردیم. عالمان و بزرگان قومی تقویت وحدت ملی، همبستگی میان اقوام و جلوگیری از تفریقه را از مسئولیت‌های اساسی مردم در شرایط فعلی دانستند. آنان همچنان از مردم خواستند تا با همکاری و همپذیری به سمت ساخت یک جامعه باثبات، متحد و مستقل گام بردارند. وقتی که برای کفار منافقین گفته شود که شما در زمین فساد نکنید، ابو داود حدیث روایت میکند تخار خالقان اولیاء و بزرگان را در بطن خیش دارد. شماری از اشتراک کنندگان نیز در سخنرانی هایشان گفتند که حمایت از نظام اسلامی تنها یک شعار نیست، بلکه باوری ملی و دینی است که باید با عمل همراه باشد. پیشنهاد ما باز هم به ملت همی است که از اوامر حکومت، امارت، نظام اطاعت بکنند. هر کشور یک نظام می داشته باشه، هر کشور یک حکومت می داشته باشه. افغانستان هم لله الحمد یک کشور اسلامی و یک کشور آزاد و یک کشور مستقل هست. اشتراک کنندگان در پایان این نشست حمایت همه‌جانبه‌شان را از نظام استقلال کشور و ارزش‌های اسلامی اعلام کردند.
سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که از اکتبر سال 2025 تا کنون به 193 مرکز صحی در 25 ولایت افغانستان دارو و تجهیزات طبی کمک کرده است. تدروس آدهانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی صحت در صفحه اکس خود گفته که در این مدت بیش از 223 تن کمک های صحی توزیع شده و این سازمان همچنان وعده داده است که از 318 مرکز صحی در حال ساخت نیز با تجهیزات طبی حمایت کند. دادگاه ابتدایی شهری ولایت بلخ در خبرنامه از تطبیق حکم جزای تعزیری بالای 2 تن به جرم قاچاق مشروبات الکلی خبر دادند. در خبرنامه آمده است این افراد ابتدا توسط دادگاه ابتدایی به 39 دوره جزایی تعزیری محکوم شده بودند و پس از تایید از سوی مقام دادگاه عالی حکم به اجرا گذاشته شد. اجرای حکم در حضور رئیس دادگاه ابتدایی، رؤسای دوایر، اعضای قضایی، منصوبین اداری و خدمات محافظین امنیتی محاکم، جمعی از علما، وکلا، مردم و مراجعین صورت گرفت. در پی اعتراضهای گسترده مردمی در ایران و سرکوب معترضان از سوی نیروهای امنیتی آن کشور، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر هشدار داده است که اگر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی معترضان را به گونه خشونت آمیز بکشد، واشنگتن پاسخ سخت به حکومت تهران خواهد داد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به هشدار رئیس جمهور آمریکا گفته است که ترامپ توانایی اداره کشور خودش را ندارد. در همین حال زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان، از قطع شدن اینترنت تا کشته شدن معترضان ایرانی انتقاد کرده است. بلال آریان با شرح بیشتر. اعتراضهای مردمی در ایران که از 28 دسامبر 2025 آغاز شده به یکی از گسترده ترین اعتراضات در چند سال پسین تبدیل شده است، به گونه‌ای که نیروهای امنیتی آن کشور به سرکوب شدید با معترضان راه آوردند. نیروهای امنیتی حکومت ایران با استفاده از سلاح گرم، گاز اشک‌آور و بریدن ارتباطات به ویژه قطع اینترنت و تماس‌های بین المللی به ضد معترضان اقدام کردند. بر اساس گزارش‌ها بیش از 40 معترض در تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی آن کشور کشته و بیش از 2000 نفر نیز بازداشت شدند. همچنان در پی اعتراضهای مردمی و سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر به جمهوری اسلامی هشدار داده است. آقای ترامپ گفته که اگر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مردم معترض را به طور خشونتبار بکشند، واشنگتن پاسخ سخت به حکومت تهران خواهد داد که باعث پیامدهای سنگینی علیه حکومت آن کشور خواهد شد. آقای ترامپ همچنان از معترضان ایرانی حمایت کرده و آنها را مردم شجاع خوانده است و گفته آمریکا تحولات ایران را از نزدیک دنبال می‌کند و آماده است در صورت تجدید خشونت‌ها علیه مردم مداخله کند. آنها شروع به تیراندازی به مردم کردند و افرادی را که هیچ سلاحی در دست ندارند هدف قرار می‌دهند یا آنها را بازداشت می‌کند و سپس آنها را اعدام می‌کند. آنها خیلی خشن رفتار کردند. من گفتم اگر این کار را بکنند خیلی محکم به آنها ضربه خواهیم زد. ما آماده ایم این کار را بکنیم. دیشب در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر. در این میان اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اعتراضهای مردمی و هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که رئیس جمهور ایالات متحده توانایی اداره کشور خودش را ندارد. دیشب در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد، چون او گفته که هر چه بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم، این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، این هم دلشون خوشه و اگه میتونه کشور خودشو اداره کنه.
در همین حال زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا در امور صلح افغانستان نیز از قطع شدن اینترنت تا کشته شدن معترضان توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در صفحه اکس خود انتقاد کرده است. اعتراضها بر ضد دولت ایران شدت می‌گیرد. اینترنت و تماس‌های تلفنی بین المللی قطع می‌شوند. 10 نفر کشته می‌شوند و آتش‌سوزی‌هایی در تهران گزارش می‌شود. خارجی‌ها در حال ترک کشور هستند. انسجام و وفاداری دستگاه امنیتی عامل تعیین کننده کلیدی در بقای رژیم خواهد بود. اعتراضهای مردمی در ایران از اواخر سال 2025 به موج گسترده تبدیل شدند که نه تنها با موضوعهای اقتصادی شکل گرفتند بلکه به نمادی از فشارهای انباشته اجتماعی و نقد ساختارهای حکومتی تبدیل شدند. واکنش شدید نیروهای امنیتی، قطع اینترنت و سرکوب گسترده سبب افزایش تلفات و نگرانی‌های بین المللی شده است و هنوز چشمانداز روشنی از پایان این بحران دیده نمی‌شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ در خبرنامه گفته 27 ساحه باستانی و تاریخی جدید در ولسوالی‌های چرخ، برکی برک، خروار، ازره و مرکز ولایت لوگر شناسایی و ثبت شده است. این ساحات توسط هیئت تخصصی ریاست باستانشناسی وزارت در جریان سفر به ولایت لوگر مورد بررسی و سروی میدانی قرار گرفتند تا ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آنها ثبت و حفاظت شود. وزارت امر به معروف نهی از منکر و رسیدگی به شکایت‌ها در خبرنامه گفته محتسبین این وزارت در ولایت‌های خوست، فاریاب، تخار و غزنی 9 زن را که به دلیل رسوم ناپسند و محرومیت از حقوق شرعی با مشکلات جدی روبرو بودند حمایت کرده و حقوقشان را تأمین کردند. بر بنیاد خبرنامه این زنان سالها از سوی خانواده‌ها تحت فشار قرار داشتند و از حقوق اساسی خود محروم بودند که با مداخله محتسبین از این وضعیت رهایی یافتند. این وزارت تاکید کرده که به تأمین حقوق شرعی زنان متحد است و اجازه نقض آن را به کسی نمی‌دهد. با ابراز سپاس و امتنان از توجهتان به مجموعه این ساعت خبر. تا درود دیگر، بدرود.